در کجا آمده است؟ در کدام گوشه اسلام که انسان خودشا بترکانه؟ خداوند در قرآن ولا تقتلوا انفسکم بایدیکم ان الله کان بکم رحیما. ما به شما مهربانم، شما با دستای خودتان نابود نکنید. آیت های قرآن ای، لیکن همیو را همین خیل معنا کردگیان، همین خیل تفسیر کردگیان که با موافق هدف های خودشان که همین مردک میروه خودشان میکفانه گویا جنت میروه. الاستشهاد يكون في المعركة بحيث يكون قتال حقيقي بين المسلمين والكفار، ويكون المسلمون يعني ملتجئون إلى فئة والكفار ملتجئون إلى فئة، والقتال معلن بين الكفار والمسلمين. هنا الاستشهاد في القتال. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخور مالایتان در بینتان به طریق ناروا خلاف شرع، الا ان تکون تجارتا، مگر کی باشه به طریق تجارت، ولی تجارت هم عن تراض منکم، از روی رضامندی باشه از شما، ولا تقتلوا انفسکم، نفسایتان قتلم نکنی، ان الله کان بکم رحیما، یقینا الله متعال کان هست بکم بالایتان رحیما، رحم کننده. به خاطر این مزید رحم ضررار از شما منع میکنه. مال به طریق غیر مشروع خوردن سبب بدبختی خودتان است. نظام از بین میره. نظام خبرداری یا نه؟ ولا تاکلوا، قرآن عام میگه لا تاکلوا اموالکم، نخور مالایتان، مالای خود آدم برای باطل. یک اول نکته در اینجا، مالی خود آدم چطور برای باطل بخوره؟ بله بعضی اوقات مالی خودم از رای باطل آدم میخوره. شراب میخوره، سرش شراب میخوره، نعوذ بالله. مال خدا به باطل میخوره، زنا میکنه، نعوذ بالله. مال خدا به باطل در بدعتا مصرف میکنه، در رواجا مصرف میکنه. مال خدا به باطل خورد، مال خودش از خوب به باطل خورد. یک مانا. دوم، مال از خودت نیست، مال از دیگه برادر مسلمان است، لیکن مال برادر مسلمان دیگه به مثل مال توست. مثل که تو نمیخوایی که مال تو از رای باطل کسی دیگه بخوره، میخوایی که کسی دیگه برای باطل بخوره، به رشوت، به زور، به ظلم، به غصب، به دروغ، به چانس، به فریبکاری، به دوکه‌بازی بخوره. خوش داره؟ این همی قسم مال دیگه قسم مال خودواره فکر بکو، از رای مشروع غیر مشروع نخوشه. تو خوش داری که بری در دکاندار، یک تلفن است 1000 روپیه و اونجا 10,000 از پیشت میگیره. خوش داری که 9,000 روپیه اضافه است تو بگیره؟ نه پس که در خانه به کی کار کرده باشه، ولو که پدری تام باشه لعنت سرش صدا میکنی. خیر تو هم در جای دیگه نفر خود قرار بده. تو چطور از مردم همی قدر میگیری؟ نمیخوایی کسی برات دروغ بگوید، تو به مردم دروغ نگو. نمیخوایی که مالی غلطه، مالی بی تاپره، بی چیستا سند سرت بفروشه، تو نفروش. نمیخوایی کسی از پیش رشوت بگیره، تو رشوت نگی. نمیخوایی که وقتی به بچت زن بگیری که مردم از پیشت هتل چی عروسی را در هتل طلب کنه، مهریزیات بگیره، تو در دختری دمیتور بکن. حسن اموالکم بینکم بالباطل، به طریق باطل. میخوایی که کسی از تو سود بگیره؟ نه نمیخوای. میخوایی که زمینی تا کسی غصب بکنه؟ میخوایی که مالی تا کسی دزدی کنه؟ میخوایی که کسی دعوای نقص سری تو بکنه؟ مالی مردم دیگه همینطور است. اموالکم، قرآن برات گفته که به طریق غیر مشروع مالتان در بینتان نخوره، مگر که تجارت و رضامندی باشه. الله براتون معامله را پیدا کرده، زندگیتان توسط تجارت روان است. بس و انصاف بشی، مال بیار، محنت بکش، فایده تا بگی، بنگی برالا بگو 20 روپه 100 روپه فایده بگی، بالکل واضح براستی. لیکن فریب نکن، فریبکاری نکن، غصب نکن، دزدی نکن، رشوت نخور. بس قرآن برات گفته. چرا؟ اگر این کار تو شروع کردی دیگه قسم مالی تو را به طریق باطل از پیشت میگیره. تو از مردم رشوت گرفتی، خو اونجا باز قصاب از تو میزنه، دکاندار از تو میزنه، خلاص بی‌اعتمادی، فضای بی‌اعتمادی پیدا میشه. خود به خود نظام در هم و بر هم میشه. امروز نظام بی‌اعتمادی پیدا شده یا نشده؟ کس به کسی قرض نمیده، دور پر هم. در سخن قسم هم میخوری، مردم سری قسم میده، اعتبار نداره. نمی صراحت ما مردم رسیدیم نرسیدیم، خودی ما به دست خود کردیم. چرا؟
یکی پشت دیگه شدیم، یکی در صدد دیگه شدیم. کریت باز میکنی بالای شمواره انگور است، شمواره باز میری اون طرف سعی میکنی که یه چیز داشت نیست. سال بود، 15 سال بود، من گرفتم پرتی تل امو انگور فروش تختای کریت آورد زیر من. من این قدر خوش شدم از این آدم، چقدر نیک آدم هسته که به خاطری که این کارتن آمد خانه میبرم این انگور خراب نشود. سعی نکردم، رفتم در خانه کارتن آواز کردم که همین تخته را ایستو کردم که کارتن بلند کردم که رب کلیش افتاد. این بک کمال کارتنم چی شده بود؟ گنده شده بود. امی فقط یک قطارک انگور، یک قطارک، یک دانه این درست بوده، دیگه مکمل گنده بود. میبینی او تلاش میکنه. قرآن بر ما میگه آسان گپ است، دین آسان است، مردم عمل نمیکنه. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر که تجارت از روی رضامندی در بینتان باشه. یک موضوع خویش مال به مثل نفس است، از نفس که مال مهم است، از او خاطر حکم مال اول ذکر کرد. مردم یک نفر بچیش قتل کرده بود، خود زمینی شده و ورثه مقتول میدادیم. تو باور بکنه بچیش قتل کرده بود، میگه بچی مرا بکشی خود زمینی مرا نگیر. گفت بچه مرا قصاص کنی، من زمین نمیدم. من اونجا فهمیدم که مال چقدر محبت داره. الله اکبر. مال بسیار چیز. بعد از او ولا تقتلوا انفسکم، قتل نکنه نفسای خدا. کسی نفس خدا قتل میکنه؟ ها؟ بله میکنه. قتل نکنه نفسای. قتل نفس دو قسم است، یکی حقیقی است، یکی حکمی. حقیقی هم میکنه بعضی مردم نفسای خدا قتل. چرا؟ مردم که زور و زیادت در زندگیش پیدا شود، خدا غرغره نمیکنه، خدا آتش نمیزنه، روزانه خبر نمیشنوی که مردم خدا در آب میندازه، خدا آتش میزنه. این معاملات در دنیای غرب خیلی زیاد است، در بین مسلمان ها خیلی کم است. چرا؟ مسلمان که هر نوع فشار و سختی سرش بیاد، باز تکیه‌گاه دلش وجود داره، میگه برو الله برم اجر میده، از او خاطر زود دست خودکشی نمیزنه. اما در دنیای غرب چون دین وجود نداره، یک کمی مشکل زندگی که سرش زور شود، دست به چی میزنه؟ خودکشی. شما بری آمار خودکشی ها را در ممالک کفری چی بکنه؟ محاسبه بکنه که باز براتان واضح شود که اونجا به میلیون ها مردم خودکشی میکنه. این را قتل حقیقی میگه. بعضی مردم خدا قتل میکنه حقیقتا. یکی قتل حکمی است، نفسایتان قتل حکمی نکنه. قتل حکمی او را میگه که نفس آن غذا را نمیدی که او قتش بگه پرورش بیابه و تربیت شود. اگر نفسی تا غذای حرام دادی قتل کردیش. اگر نفسی تا آن چیزی که غذای روحی تاست ندادی، نفسی تا قتل کردی. علم، خصوصا علم قرآن و حدیث، غذای روحی ماست. وقتی که ایره دور نگاه کردی، نفسی تا قتل کردی، در بدر کردی، خاک بسر کردی. این قتل حکمی است. دو، اینجا مراد از نفس قتل نفسی خود نیست، قتل نفس دیگر است. خود تعبیر به نفس کرده. چرا؟ به خاطر تعبیر به نفس کرده که نفسی از او مثل نفس تو است. پیغمبر علیه الصلاة و السلام مؤمنا را به مثل چی کرده؟ المؤمنون کجسد واحد. مؤمنا به مثل جسد واحد است. قتل از او مثل قتل خود است. از او خاطر تعبیر به نفس کرده. یک توجه. دوم توجه، خود قتل نکنید. تو که رفتی دیگه کسی قتل کردی، او چی میکنه؟ میخیزه تو را قتل میکنه. سبب قتل نفسیت کی شد؟ تو شد. خودت تو قتل کردی. از او خاطر میگه ولا تقتلوا انفسکم، نفسایتان قتل نکنید. ان الله کان بكم رحیما، یقینا الله است بالای شما رحم کننده. خب خیر، قتل کردن نفس گناه کبیره است؟ بله گناه کبیره است. در کجا آمده است؟ در کدام گوشه اسلام که انسان خودش بترکانه؟ خداوند در قرآن ولا تقتلوا انفسکم بایدیکم ان الله کان بكم رحیما. و ما به شما مهربانم، شما به دستای خودتان نابود نکنید. آیت های قرآن ای، لیکن همیاره همین خیل معنا کردگیم، همین خیل تفسیر کردگیم که با موافق هدف های خودشان، که همین مردک میروه خودشا میکفانه گویا جنت میروه. خیر، قتل کردن نفس گناه کبیره است؟ بله گناه کبیره است، اما در یک صورت گناه کبیره نیست، قتل نفس، که امروز زمین موضوع زیاد زمزمه میشه یا هوی است. یکی انتحار است، یکی استشهاد.
انتحار حرام است. انتحار رو میگه از روی زور و ظلم و تنگی زندگی و فشاری چی بگوی زندگی تو خود غرغره میکنی یا آتش میزنی یا زهر میخوری هر چی برلایی که میکنی ایره انتحار میگه و این در دین اسلام حرام است. کسی که این کار کرد تا روز قیامت به از سببی که خود کشته همه ساعتا جور میشی پس کشته میشی. و شمشیر زده خود اینمی طور زده تا روز قیامت میزنی. با آتش خود در داده میشی. یکی استشهاد است طلب شهادت. طلب شهادت دو قسم است. یکی طلب شهادت است که مرگ از جانب دیگه است، تو میموری. در این شک و شبه نیست، نصی صریح وجود داره. در زمان صحابه خود پرتافته در جنگ پیش کرده خود برای ازی که از رسول الله پرسان کرد گفت ما که کشته شیم چی برای ما حاصل میشه؟ گفت جنت. خرما را منداخته و دویده. این خریدن مرگ بود، استشهاد بود، طلب شهادت بود. کلگی میدانست که دینمی انبویی من دیگه خلاصی ندارم. در جنگ خیبر در قلا که یک صحابی خود انداخت و طمع نداشت که من باز زنده میشم. نص وجود داره. قرآن هم میگه ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم. یک استشهاد که به مرگ خود تو میموری در این مورد شرط وجود داره. اول شرطش است که به خاطر رضای الله باشه، به خاطر پول و پیسه و به خاطر از این نباشه که مردم بگه که فدایی است. خلاص اگر کی کار بود حرام. اول شرط. دوم شرط راه دیگر مبارزه با دشمن نداشته باشی. دیگر راه مبارزه نداری، مجبور استی آلی دشمن به انفجار خود از بین میبری. دو شرط. سوم شرط امی کاری تو سر دشمن تاثیرگذار باشه. اگر تاثیرگذار نباشه تو خود انفجار داده برو و هیچ دقیقیت نیست. چرا خود انفجار میدی؟ باز حرام است اگر خود انفجار میدی. چهارم شرط ضررش به مسلمان از فایدهش زیاد نباشه. که تو خود انفجار میدی لیکن اون طرف مسلمان های دیگه خیلی زیاد آزار و اذیت میابن. نه این کار نمیکنی. اگر این 4 شرط موجود بود باز استشهاد جایز، اگر نبود ناجایز است. او را باز قتل نفس گفته نمیشه، او را پیش کردن و نفس خود به الله فروختن است. نفس خود به کی؟ چرا بخواد مقصدت اعلای چیست؟ کلمت الله است که دین الله بالا شود. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.